پرونده شماره 87 اپیزود دوم. دری که نباید باز میشد. ادامه ماجرا. جسد کیهان امینی در حالی روی مبل خانه‌اش پیدا شد که صحنه هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری یا درگیری نداشت. اما پزشکی قانونی بعد از کالبد شکافی اعلام کرد که مرگ بین ساعت 10 تا 12 شب رخ داده. در ورودی از داخل قفل بوده، نه پنجره‌ای شکسته شده، نه اثری از سرقت دیده میشه. اما همه چیز زیادی تمیزه، زیادی بی صدا. نقطه عطف تحقیقات. تیم بررسی صحنه جرم با دقت به دیوار پشت کتابخانه بزرگ توی سالن پذیرایی نگاه میکنن. یه شیار باریک نشون میده که اون دیوار ممکنه در واقع یه در باشه. کمد کتابخانه با کمک پلیس کنار زده میشه و پشت اون یه در مخفی قدیمی نمایان میشه. گرب آپارتمان کناری باز میشه، اما همسایه اون واحد که صبح روز بعد از قتل خونه برگشته، خودش با دیدن آثار غیرعادی روی دیوار و کفپوش‌ها پلیس رو خبر کرده. خودش میگه ما تازه این خونه رو اجاره کردیم. اصلا نمیدونستیم همچین دری وجود داره. تا دیشب اصلا خونه نبودیم. پلیس میره سراغ سند ملک و استعلام مالک قبلی آپارتمان کناری و اسم آشناست. نازنین امینی، دخترعمو و شریک کاری مقتول. نازنین کسیه که همراه با کیهان شرکت خانوادگی امینی کمپانی رو پایه‌گذاری کرده. از نظر کاری یکی از نزدیکترین افراد به مقتول بوده. نازنین بلافاصله احضار میشه. در بازجویی اولیه سرد و بی‌احساسه. میگه اون خونه رو چند ماه پیش فروختم. از در مخفی هم اطلاعی نداشتم. کیهان خودشون خونه رو قبلا خریده بود. اینا کارهای قدیمی خودشه. اما یه چیز تناقض داره. تو قولنامه فروش مالک قبلی آپارتمان باز هم خود نازنین بوده، ولی هیچ ردی از خریدار فعلی نیست. یعنی یا معامله سوری بوده یا هیچ وقت انتقال واقعی انجام نشده. حالا دو سوال مهم برای پلیس مطرحه. آیا نازنین انگیزه قبلی برای قتل داشت؟ اگر قاتل نازنین امینیه، چرا خودش رو اینقدر راحت توی تیررس پلیس قرار داده؟ آیا این یه صحنه سازی از قبل طراحی شده است؟ یا کسی داره طوری نقشه میکشه که انگشت اتهام مستقیما به سمت نازنین بره؟ پایان اپیزود 2 با پلیسی که بی صدا به ساعت دیواری نگاه میکنه و نازنین که در جواب آخرش فقط یه جمله میگه: ما فقط شریک نبودیم. چیزایی بود که هیچ کس نمیدونه.